اسماعیل هرر استوری. میلیسا به خاطر کالج کابل ایلا داده جلال آباد آمد. از کالجش دور یک چند دقیقه یک فلایت برش پیدا شد. مادر پدرش به خاطر میلیسا که آمده بودن آل خانهش ستلایت میکنن. خانه را که سیتپ کردن یک قطعی سابقه برشان پیدا شد. او را موتو کده در یک کنج خانه ماندن. 3 روز بعد که میلیسا خداحافظی کردن و به طرف کابل حرکت کردن. وقت رفتن مادر میلیسا روی خدا پشتر کرد. میلیسا را محکم بغل کرد و برش گفت احساس عجیب میکنم. خب میشد احساس عجیب میلیسا سیریس میگرفت. ایره کسی فکرم نکده خواد بود که میلیسا یک چند روز بعد چی خواد شد. میلیسا را فوتوگرافی و ادیتینگ خوشش می آمد. او در این فیلمی خواست که او هم کنه، اما در خانه پیسر کمیش نتانست که بر خود یک دیجیتال کامera بخره. او به جلال آباد آمد. بسیار زیاد خوش بود. دوستا زیاد پیدا کرده بود. سینمی نزدیک ساتردی میخواست که یک پارتی بگیره که نمی تو فرایدی آمد. او میخواست که پاکاری کنه به خاطر پارتی. پاک کردن بالکن یک دفعه نظرش به یک باکس کونه میخوره در کنج مانده بود که یک قدر وقت در بیرون افتاده ازش بوی گنده می آمد. مگم چرا او میلیسا را طرف خود کش میکرد. میلیسا وقتی داخل باکس دید یک دیجیتال کامera و یک ریل داخلش مانده بود. میلیسا او را دیده زیاد خوش شد و او را میورداره. ریل کونه را ازش دور میکنه، ریل نو داخلش میندازه. او به این حیران بود که کل چیزا در باکس خراب شده بود. تنها اینمی دیجیتال کامera جور بود. او کل فکر خوده یک طرف مانده، عکسای گلا و دیگه چیزا را میگیره. روبروی فلایت میلیسا یک آنتی زندگی میکرد. میلیسا که هر وقت کالج میرفت او را گود مارنینگ میگفت. او آنتی را دیده همراه پیشکش عکسایش میگیره. او فکر کرد عکسای آنتی را دیولپ کرده برش بده. صبح وقت میلیسا در یک فوتو استودیو عکسای او آنتی را دیولپ کرد و در یک انولپ انداخته پیش از او آنتی میره که او عکسا از آنتی را بسیار خوشش میآید. میلیسا وقت خانه آمد کل عکسا را میخواست ببینه. در کل عکسا یک چیز عجیب را نوتیس کرد. عکسای کامera را گرفته در بک‌گراندش در یک جای نه یک جای یک عجیب سایه بود که خنده میکرد. او عکسا را دیده میلیسا دیش گم میشه. او فکر میکنه خنده زو عجیب سایه امیتو زیاد شده میره. در هر یکی دیگه عکسا او نزدیک کامera شده میره. یک دفعه دروازه میلیسا تک تک میشه که دوستایش میباشه. ساتردی آمده بود. دوستایش به خاطر هاوس پارتی آمده بودن. میلیسا طبیعتش برش خوب معلوم نمیشد دوستای خود از اینجا روان کرد. وقتی خانه میایه پس فکرش طرف کامera میشه که در روی شیشه یک چند تا عکسای خود میگیره که یک دفعه در روی شیشه یک کرک جور میشه. او را دیده از دست میلیسا کامera زیر مفته. یک دفعه روی خود پشتر میکنه، ریفلکشن خود میبینه. مگم دو ریفلکشن انوزم کامera در دستش بود. خنده خطرناک داشت. او را دیده بسیار زیاد چغ میزنه. بالوش یک چیر بود که زود تکر میخوره. او وقتی بیدار میشه میبینه شیشه نارمل است. بعد یک کرک در شیشه بود. او را فکر خیال خود میکنه. خاطری چوب که رفت در بستر خود خواب کرده. 2 روز بعد در لیوینگ روم خود درس خانده خوابش میبره که یک دفعه 3 بجه شب بیدار میشه. میلیسا کتابای خود جمع کرد و به طرف روم خود روان بود که یک دفعه دوینگ روم کلکش واز بود که یک دفعه او را دید حیران مان. او آنتی در بالکن خود بود. امو رقم عجیب اسمایل داشت که در کل عکسای شمو رقم اسمایل کرده بود. میلیسا اموج جام مان. فقط کسی محکم گرفته باشش و خود ایلا دادن نمیتانست از اوجه.
که یک دفعه در پشت او آنتی یک دست برآمد که در دستش شیشه خرد بود. در گلون خاله یک حمله میکنه. ملیسا میخواست جیغ بزنه. از گلونش هیچ آواز نمی برآمد. از دست ترس چشمای خود پت کرد. وقتی که بیدار شد دیدید در بستر خود بود و در بستر خود او کرد آنتی را دید. او را فکر خو دیده پس خو کرد. صبح 9 بجه شب از زنگ دوست خود بیدار میشه که میبینه او پیشک هنوزم در کنج خانه شیشته بود و او پیشک تنها طرف کمرا سلکده میرفت. ملیسا حیران مانده بود و فکرش طرف بسترش شده بود که او پیشک قطع چاپ پای خون خود کده بود و ملیسا دویده طرف آشدار خود میره. میبینه او آنتی اموجه استاده میباشه که در دستش یک دانه شیشه خردرکم میباشه که پالویش پیشکش سر خون شیشته خونا را میخورد. او گلا و درختا از گلدان مرو شده بودن. ملیسا دویده به طرف اتاقش میره. مگم از اتاقش و چاپای خون هیچ دور نشده بود. ملیسا هیچ نمیفهمید که چی شده همراهش. بس او زود که در رفته کمره سابقه را در دستبند مندازه و فکرش طرف او سابقه ریل مفته. اونا را خب سعی کده ریلایز میکنه همو سابقه ریل بود که او آنتی خودش و او درختا و گلا عکسایش بود. این دفعه او سایه خب سعی دیده می شد و در هر جای در پشت یک چیز ملیسا استاده بود و در چهرهش امو خطرناک اسمایل بود. ملیسا فکر میکرد که او دیوانه شده میره. آخری تصویرها که دید جانش جان ماند. تصویرهای آخر گاهی از اشتکیایش گاهی از اسکولش. مگه موسایه خب سعی در پشترش در جای استاد می بود. او خطرناک خنده خود دیده در پشتر افتاده. از کامرا صدای کلیک می آید اما در پشتر هیچ چیز نبود. ملیسا می خواست عکسای ریل تا آخر ببینه. او عکس آخری هم از ملیسا بود که در دوینگ روم از دستبند کشیده شده بود. گپ خطرناکی بود که پشتر ملیسا و آنتی و بسیار دیگه مردما پشترش استاده بودن. ترسیده آیسته ملیسا روی خود بالا کرد. امو سایه چیغ زده گفت اسماعیل. از او شب بعد ملیسا دیگه کالج نامد. از دست تشویش دوستایش در فلایتش آمدن. مگه موجه هیچ کس نبود. کل چیزایش افتاده بود و اوجه یک کامرا و ریل افتاده بود. کوره مادر پدر ملیسا کت خود بردن. چند ماه از ملیسا هیچ خبر نبود. بیادر خورتره که ملیسا یک روز کامرا را گرفت. او هم درخت عکسش گرفت. 3 روز بعد او درختم متو خشک شده بود. بیادر ملیسا او عکسار دیولپ کرد. دید در پشت درخت ملیسا بود.